یکی از مهمترین دغدغه‌ها تو روابط عاشقانه جواب دادن به این سوالاست. اینکه طرف عاشق من هست یا دوستم داره، نکنه نسبت بهم سرد بشه، اگه بهم خیانت کنه چی؟ ولی توی این ویدیو بهت نشونه‌هایی میگم که اگه دیدی منتظر خیانت باش. متاسفانه. مورد اول، ترس از دست دادن. اگه در ترس و نگرانی هستی، روشنه که عاشق نیستید. حالا یعنی چی؟ ما که تا الان فکر میکردیم اگه فرد مقابل عاشق ما باشه و همش حواسش به ما باشه که ما رو یه روزی از دست نده، یعنی عاشق ماست. پس جمله اول چه معنی داره؟ بیاید یه جور دیگه نگاه کنیم. در اصل این فکر و دغدغه، یعنی چون شما همش نگران این هستید که فرد مورد نظرتون رو از دست ندید، این نگرانی به خاطر عشق به فرد مقابل نیست، بلکه به خاطر ترس از تنهایی، یعنی فقط به خاطر خودتونه. پس اگه عشق واقعی باشه به طرفتون مطمئنید و ترس از دست دادنش رو ندارید و گاهی این فکر انقدر زیاد میشه که خودتون طرفتون رو به سمت خیانت هل میدید. مورد دوم، سلطه‌گری نشانه عشق نیست. سلطه‌گری همون اهمیت دادن به خودتونه، نه اهمیت دادن به طرف مقابلتون. چرا که فقط شما میخواین توی این حالت خیالتون راحت باشه و ممکنه این علاقه و اشتیاق هم باشه، اما باید مراقب باشید به سلطه‌گری نرسه، چون این علاقه افراطی باعث از دست دادن طرفتون میشه و ازتون دور میشه و درصد این که بهتون خیانت کنه میره بالا. مورد سوم، بت‌سازی در رابطه عاشقانه عشق نیست. خیلی وقتا ممکنه توی ذهنتون نسبت به طرف مقابل یا رابطتون یه ویژگی‌هایی تصور کنید و بزرگش کنید که اصلاً در واقعیت وجود نداره و طرفتون رو خیلی خیلی بهتر و زیباتر و با اخلاق‌تر و کلی ویژگی‌های دیگه تصور کنید و این بت‌سازی باعث میشه شما یه تصور دیگه ازش بسازید که این اصلاً عشق نیست و مشکلش از اونجایی شروع میشه که واقعیت با اون بتی که شما از طرفتون ساختید خیلی فاصله داره و این باعث میشه رابطتون به کل نابود میشه و عشق کم کم تبدیل به نفرت و در نهایت خیانت و جدایی میشه. مورد چهارم، در روابط عاشقانه خوبی یکدیگر رو فراموش نکنید. اگه شما نزدیک دریا زندگی کنید، بعد مدتی دیگه صدای آب رو نمیشنوید، یا اگه عکسی درون اتاقتون باشه بعد مدت دیگه اونو نمیبینید. این قضیه برای روابط هم صدق میکنه. طبق این جمله همه ما آدم‌ها اگه چیزی برامون عادی بشه دیگه بهش توجهی نمی‌کنیم، مثل نفس کشیدن. و در مورد محبت شریک زندگیتون هم همینه، چون عشق و محبت عادی میشه و این کاملا اشتباهه. نباید بذارید عشق و محبت عادی بشه، بلکه باید دائما تر و تازه نگه داریدش، وگرنه قطعا انسان‌ها به خاطر ذات تنوع طلبی که دارن میرن و محبت رو جای دیگه جستجو میکنن و این یعنی شروع خیانت. مورد آخر، حسادت. چنانچه شما حسود باشید معلومه که این عشق نیست. حسادت یکی از خطرناکترین و علت اصلی از بین رفتن رابطه هاست و بعضیا اونو با عشق و دوست داشتن اشتباه میگیرن، در صورتی که حسادت فقط رابطه رو به مرور مثل زالو از بین میبره و نابود میکنه. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. ویدیو بعدی بهت 5 تا توصیه ناب کردم که اگه دردسر نمیخوای به دوستات نباید بگی. حالا چیه رو برو تو ویدیو بعدی ببینش.